بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان و همراهان همیشگی پایگاه اطلاع رسانی میارجل. امروز به شهرستان سرباز روستای نصیرآباد از بخش مرکزی این شهرستان اومدیم. همراه ما باشید. خب در خدمت جناب آقای بهرامزئی هستیم، رئیس محترم شورای اسلامی روستای نصیرآباد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همکاران شما در پایگاه اطلاع رسانی میارجل. روستای نصیرآباد در ضلع جنوبی شهرستان سرباز در مسیر ترانزیتی جاده ایرانشهر سرباز راسک چابهار هست. نصیرآباد بزرگترین روستای بخش بزرگ مرکزی شهرستان سرباز است که در سرشماری سال 95 جمعیت قابل توجه 1500 نفر رو در خودش جای داده و جمعیت شناورش با توجه به موقعیت جغرافیایی و اینکه به هر حال کسبه ها و مغازه های تقریبا روستاها، در واقع بیشتری روستاهایی که برای تامین مایحتاج زندگی میان در روستای نصیرآباد بالای 20 روستا رو تحت پوشش داره، دارای بانک کشاورزی و همچنین مسجد جامع، دبیرستان‌های دخترانه و راهنمایی و دبستان و همچنین پایگاه جمعیت هلال احمر به هر حال شهرستان و همچنین دفتر پیشخوان عمومی هست و یکی از بزرگترین روستاهای در واقع کل شهرستان هم هست روستای نصیرآباد. نصیرآباد ظرفیت‌های بسیار بالایی داره با توجه به اینکه نصیرآباد در جاده ترانزیتی هست و قطب روستاهای منطقه هست. در واقع حداقل 20 روستای دور اطراف برای تامین مایحتاج گفتیم میان و کسبه‌های روستا در واقع در کسبه‌های این منطقه در روستای نصیرآباد هستند. و اینکه به هر حال مسیر ترانزیتی هست و شاخص‌های بالایی داره و در مرز دو شهرستان قرار داره، در مرز شهرستان‌های سرباز و راسک قرار داره، در واقع در نزدیکی پایین‌تر برای شهرستان راسک هست و پتانسیل های بسیار بالایی داره که به هر حال میتونه انشالله ارتقا پیدا کنه به یک بخش مجزا در شهرستان سرباز انشالله. وضعیت اشتغال خیلی مناسب نیست. قبلا ظرفیت مرز بوده که ما امیدواریم انشالله وضعیت مرز به هر حال پایدار باشه و جوانان ما از این ظرفیت بتونن استفاده کنند و به هر حال مغازه ها هستند، کسبه ها و همچنین دیگر صنف هایی که هستند مشغول هستند بسیاری از جوانان ما، مردم ما در روستا و یک مرکز تجمع اشتغال هم هست روستای نصیرآباد. توجه به اینکه روستای بزرگی هست و استراتژیک هست، مکان موقعیتش یکی از روستاهای بسیار در واقع با اهمیت کل شهرستان هم هست، یعنی بزرگترین روستایی که ما وصل هستیم به مسیر ترانزیتی کل شهرستان در واقع روستای نصیرآباد هست. اولین درخواست و دغدغه ما این است که طرح هادی روستا انشالله که در مراحل پایانی قرار داره هر چه سریعتر انشالله اجرا بشه، بازگشایی مقابر تنگ و همچنین اختصاص دستگاه آلات با توجه به گستردگی روستا و توسعه روستا که بسیار توسعه چشمگیری داشته در چند سال اخیر، جمعیتش بسیار بالاتر رفته. توسعه شبکه برق روستا بسیار اهمیت بالایی داره، توسعه شبکه آب روستا و همچنین ارتقای در واقع شبکه همراه اول به هر حال اینترنت نسل 4 و نسل 5 یکی از مطالبات و دغدغه های عزیزان هست و همچنین اجرای فیبر در واقع زمینی ارتباطات در واقع از درخواست ها و دغدغه های مردم عزیز هست و همچنین اینکه نگاه ویژه‌ای مسئولین به تنها روستای استراتژیکی که در واقع مسیر ترانزیتی شهرستان‌های ایرانشهر و چابهار هست و اگر مسافران نوروزی میان قطعاً بزرگترین روستایی که مشاهده میشه روستای نصیرآباد هست و ما هم انتظارمان این است که اعتبارات ویژه‌ای برای روستا انشالله در نظر گرفته بشه، یک توجه ویژه‌تری به روستا انشالله داده بشه که خدمات ما به روستایان عزیز و روستایان دور اطراف انشالله بیشتر و شایسته تر بشه انشالله.